29 مرداد 1358 فرمان خمینی برای قتل عام و سرکوب مردم کردستان ایران. روز 29 مرداد سال 1358 خمینی جلاد که یک فتوای جنایتکارانه دستور سرکوب وحشیانه مردم کردستان را صادر کرد. خمینی نیروهای ارتش، پاسداران و چماقدارانش را به همراه یک دوجین قاضی دشقیم به سرپرستی آخوند خلخالی برای اجرای این فرمان روانه کردستان کرد. خمینی دجال همچنین با نوشتن عبارت مخالفین اسلام که می‌خواهند کشور را به کفر بکشند در فتوای خود زمینه هر جنایتی را برای دشقیمانش فراهم کرد تا آنها در اعدام و بمباران روستاها و شهرهای کردستان تردیدی به خود راه ندهند. از لحظه صدور این فتوای ضد بشری موج قتل عام مردم بی‌دفاع و بمباران روستاها و شهرهای کردستان همچون سقز، بانی، پاوه، سنندج و مهاباد آغاز شد.